نماسته از قلب من به قلب شما. به یک تمرین یوگای صبحگاهی خیلی خوش اومدی. اگر شما هم زمانی که از خواب بیدار میشی احساس خستگی، کمردرد یا بدن درد داری، این کلاس مناسب شماست. یک یوگای کششی که کل بدنتو درگیر میکنه که صبحتو پر انرژی تر شروع کنی. لایک فراموش نشه. روی مت یوگا میبینمتون. برای شروع تمرینت به پشت دراز بکش، شکمتو بکش داخل، فضای کمر و زمین رو کاملا پر کن. اگر نیاز داری دنبالچت رو به سمت بیرون بچرخون که هیچ فضایی بین کمرت و زمین نباشه. یه دم بگیر، دستاتو بکش بالای سرت، روی دستاتو روی زمین بخوابون، چشماتو ببند و برای چند نفس توجه و آگاهیتو بیار به نفسات. دم عمیق، بازدم عمیق. رفته رفته نفساتو عمیق تر کن. توجهتو بیار به همین لحظه‌ای که روی متت دراز کشیدی. ذهنتو، جسمتو، روحتو آماده تمرین امروزت کن. اگر دوست داری هدف یا نیتی برای تمرین امروزت در نظر بگیری، انتخاب کن و چند دم و بازدم عمیق دیگه همراه شو. دم عمیق، بازدم عمیق. یه دم دیگه با بازدم. میتونه همواره چشمات بسته باشه، پاها از عرض لگنت بازتر، همینجوری که دستت بالای سرته. دم بگیر. با بازدم هر دو تا زانو رو به سمت راست هدایت کن. با دم پا رو برگردون مرکز و هر دو تا پا رو با بازدم به سمت چپ بیار. میتونه چشمات بسته باشه و این کار رو با ریتم نفس خودت، دم، پاها بالا و بازدم، هر دو تا زانو به یک جهت رها، انجام بده که یکم تمرکزت بیشتر بشه، توجهت به لحظه حالت بیشتر باشه. دم و بازدمت همچنان جاریه. ادامه بده لطفاً. همچنان نافتو بکش داخل. وقتی برمیگردی و مرکز، کمر کاملا روی زمین قرار بگیره. آخرین تکرار رو که انجام دادی، پا رو بیار وسط، دستاتو آروم برگردون به سمت لگنت. پای راستتو بیار توی شکمت. میتونی چشماتو دیگه باز کنی. پای چپتو صاف بکش به سمت سر من. زانوی راستتو با فشار دستات بکش به سمت سینه و شکم. کمر کاملا چسبیده باشه به زمین. نفساتون جاریه. دم عمیق، بازدم عمیق. یه دم دیگه. با دست راستت پای راستتو بگیر، یه کوچولو پا به بغل هدایت میشه که زانوت بیشتر به سمت زیر بغل راستت کشیده بشه. لگن چپت روی زمین باشه. کشش بیشتری رو داری توی لگنت تجربه میکنی. دم عمیق، بازدم عمیق. یه دم دیگه. با بازدم آهسته پای راست برگرده و پای چپتو بیار توی شکم. با هر دو تا دستت زانوتو بکش به سمت سینه و شکمت. کمر کاملا چسبیده باشه به زمین. پای راستت صاف و کشیده. دم عمیق، بازدم عمیق. یه دم دیگه. با بازدم دست چپت پای چپتو گرفته، یه کوچولو پا به سمت پهلو کشیده میشه و زانو بیشتر کشیده میشه به سمت زیر بغل. میتونه دست راستت روی لگن راستت باشه که حواست باشه لگن راستت از زمین بلند نشه. پا رو بکش به سمت زیر بغلت. نفسات جاری باشه. دم و بازدم. خیلی عالیه. دم عمیق و با بازدم آهسته پاهاتو صاف کن. با دم دستتو بکش بالا، انگار که یه نفر داره از بالا و پایین شما رو میکشه به سمت بالا و پایین. کش بیا. دم و بازدم. رها کن خودتو روی زمین. دوباره با دم خودتو بکش به دو جهت و با بازدم رها کن. یک تکرار دیگه.
دم بازدم. اینم از کش و قوس صبحگاهیتون. کف پاها رو تک به تک بذار روی زمین. دستات 2 سمت لگن روی زمین باشه. پاها اندازه عرض لگن به هم نچسبه. با دم لگنتو بلند کن. دنبالچاتو بکش داخل. باسن داخل، شکم داخل. از بالاترین مهره کمر مهره به مهره آروم آروم بیا پایین، لگن بیاد زمین. دوباره با دم لگن بالا و مهره به مهره آروم آروم برگرد پایین. تکرار آخر. دم لگن میاد بالا، دنبالچه داخل، شکم داخل و از بالاترین مهره کمر مهره به مهره برمیگردم میام پایین. هر 2 تا پا رو بیار توی شکم. انگشته پاهاتو به هم بچسبون. با دست پاهاتو بگیر. یکم کمرتو بچسبون به زمین. کششو داخل پات و توی کمرت احساس کن. از همینجا یه دم عمیق بگیر و با بازدم برو برای هپی بیبی، کودک خوشحال. میتونه دستت در لبه داخلی باشه و زانوهاتو بکش به سمت زیر بغلت و مدام تلاش کن که لگنتو و کمرتو به سمت زمین بکشی. یک کوچولو گهواره بزن به راست به چپ. واقعا مثل کودک خوشحال باش. لبخند بزن. دم و بازدم جاری. خیلی خوبه. یه نفس دیگه. آروم پاهاتو برگردون، جفت کن. یه گهواره بزن و بیا توی وضعیت نشسته. توی وضعیت سیداسانا بشین. ستون فقراتو تو صافو کشیده کن. دستاتو رها کن روی زانوهات. میخوای با گردن نیم دایره به سمت جلو بکشی. از شونه چپ دم میاد سر پایین. بازدم سر بالا به سمت راست. تکرار. دم بازدم. دم سر پایین. بازدم سر بالا. ادامه بده. دم و بازدم جاریه. و بعد از آخرین تکرار میخوای نیم دایره رو به سمت عقب. از شونه چپ سر بالا و میاد به سمت شونه راست. دم سر به سمت بغله. بازدم سر میاد به سمت پشت. دم و بازدمت همچنان جاری باشه. عالی. دم و بازدم. اصلا فشاری توی مهره گردنت نباید داشته باشی، فقط کشش داری. عالی. برگرد مرکز. دم دست راستو بکش به سمت بالا. قشنگ پهلوتو کشیده کن. آرنجتو صاف کن. آرنجو خم کن بیار وسط کتفت. با دست چپ سر آرنج راستو به سمت پایین هدایت میکنی. سر سینت صافه. دم و بازدمت جاریه. بکش سر آرنجتو به سمت پایین. کشش زیر بغل راستت. دم عمیق و بازدم عمیق. آروم دستتو رها کن. با دم بعد دست چپ میاد بالا. پهلو کشیده. سر آرنجتو خم کن. کف دست بیاد وسط 2 تا کتفت. با دست راست آرنجتو بکش به سمت پایین. کشش زیر بغل. پشت بازوی چپ توی کتفات. دم و بازدم. دم عمیق و بازدم عمیق. آهسته رها کن و دستاتو بذار روی زانوهات. میخوای نیم دایره بکشی با کمر. با دم بیا به سمت راست، به سمت مرکز، به سمت چپ. یکم میای بالا. دم و بازدم. دم و بازدم. عالیه. ادامه بده. کمر کشیده. وقتی میای به سمت جلو، وقتی از بغل میای بالا، قشنگ توی پهلوت هم کشش داشته باش. نذار پشتت گرد شه. نفس جاری. دم جلو. بازدم بالا. دم و بازدم. دم و بازدم. آخرین تکرارتو که انجام دادی بیا بالا. دستتو بکش بالای سر. انگشتا رو توی هم قلاب کن. کف دستتو بچرخون به سمت سر. آرنجت صاف و کشیده باشه. شونا از گوش دور باشه. دم و بازدم جاری. میخوایم انگار که با کف دستمون به سمت سقف دایره میکشیم و همین حالت پشت گرد میشه، سینه باز میشه. دم بازدم. سینه بازدم.
بازدم، سینه باز. خیلی عالیه. ادامه بده. نفسات جاریه. خیلی خوبه. و آخرین تکراری که انجام دادی، بیا مرکز و خلاف جهت دایره رو بکش. دم به سمت جلو و بازدم، سینه باز. کاملا کشش رو توی ستون فقراتت احساس کن. دم و بازدم. عالی. آخرین تکراری که انجام دادی، دستاتو باز کن و رها کن روی زانوهات. دوباره ستون فقراتتو کشیده کن. با دم شونه رو بیار بالا، رول کن به سمت عقب و بکش به سمت پایین. تکرار. دم و بازدم. دم بالا، رول به عقب، بازدم. نفسات جاری باشه. دم و بازدم. عالی. و تمام که شد تکرار آخر که انجام دادی، با دم شونه میاد بالا، این سری رول به سمت جلو میشه و رها میشه به سمت زمین. دم و بازدم جاری باشه. قشنگ شونه هاتو رول کن، گردن و کمرت کشیده باشه. و آخرین تکرار. عالی. با دم دستتو بکش بالای سر، پهلوهاتو کشیده کن. با بازدم از پهلو خم شو به سمت راست، ساعد راستتو به زمین نزدیک کن، دست چپ روی گوش. با دم بعد برگرد بالا، دستا کشیده، بازدم به سمت چپ، قفسه سینه‌ات باز باشه. تکرار. دم و بازدم راست، دم، بازدم چپ، دم، بازدم راست، دم آخر و بازدم چپ. و دم بعد برگرد بالا و مرکز، دستتو بکش به سمت بالا. با بازدم پیچ یا تویست به راست، دست چپ پشت زانوی راست، دست راست پشت لگن. نگاهت به شونه راستت، ستون فقراتت صاف، شونه از گوش دور. تا جایی که میتونی به سمت عقب میچرخی. با دم بعد برگرد مرکز، دست کشیده بالا و با بازدم تویست به چپ، دست راست پشت زانوی چپ، دست چپ پشت لگن. ستون فقرات کشیده، لم نده به عقب. دم عمیق، بازدم عمیق و آروم برگرد مرکز و بیا توی وضعیت سجده یا بالاسانا. شست پا متصل، کم پا زانوها از هم دور، دستا صاف و کشیده، پیشانی روی من، بازن روی پاشنه پا. دستاتو بکش به سمت سر مد، پهلوهاتو کشیده کن، زیر بغلتو باز کن، نفسات جاری باشه. دم عمیق و بازدم عمیق. یه نفس دیگه. دم و با بازدم سرتو بلند کن، بیا تو وضعیت 4 دست و پا و از 4 دست و پا انگشتای پا رو بذار زمین و بیا برای سگ سرپایی. بیا سگ سرپایی، پاشنه پنجه کن، قفسه سینه‌تو بکش به سمت پا، پاشنه پای صافتو فشار بده، زانوت صاف و خم بشه. دم بازم جاریه. دم عمیق و بازدم عمیق. آخرین تکرار که انجام بدی، هر دو تا زانو صاف، نگاهت سر مد، با گام بیا به سمت جلو، پاها جفت، دم آردا اوتان، سر سینه بالا، بازدم اوتاناسانا، تاج سر رها. با دم دستتو بکش بالا، اگر که دوست داری یه خم به عقب کوچیک، قفسه سینت باز شه و با بازدم آروم برگرد پایین برای اوتاناسانا، تاج سر رها. دم سر سینه بالا، نگاه به سمت روبرو، آردا اوتاناسانا. دستا روی زمین، پاها تک به تک بره عقب برای وضعیت پلنک پوز. فشار دست به زمین، پشتتو گرد کن، دنبالچتو بکش داخل، ناف داخل و آروم از همینجا بخواب بشکن. دستا کنار سینه، روی پا روی زمین. دم بیا کبرا یا بوجای، قفسه سینه‌تو باز کن،
دنبال چتو بکش داخل و آروم برگرد. پیشونیتو بذار زمین. دستاتو یکم بیار جلوتر و انگشتاتو روی زمین کاب کن. با دم بعد بیا بالا، سینه باز، سر به سمت بالا و بازدم برگرد، پیشانی روی مت. دم بعد بیا بالا، قفس سینه‌تو باز کن، شوناتو بکش عقب و برگرد پایین. آخرین تکرار. دم بیا بالا، شونه عقب، سینه باز، دنبالچه پایین و آروم برگرد. دستاتو بذار روی زمین و از همینجا برو برای سگ سرپایین. تو سگ سرپایین پاشنهاتو به زمین فشار بده، دستات فشار، سینه به سمت پا، دم عمیق و نگاهت بیاد سر مت، پاها بیاد جلو، دم آردا اوتا، بازدم اوتاناسانا. با دم بیا بالا، دستاتو بکش به سمت بالا و بازدم دستا رها به سمت پایین. میتونی سر متت باشی، میتونی توی عرض متت بایستی. پاهاتو اندازه عرض لگنت باز کن. میخوام یه رهایی جدید تجربه کنیم. با اندازه عرض لگن باز، یه دم عمیق بگیر. با بازدم میخوایم بپیچیم به راست و به چپ. دستا هیچ حالت خاصی نداره. قطعا با دستت به بدنت ضربه میزنی. هیچ حالتی به دستات نده. با دستات شونه‌تو تاچ کن، ضربه بزن، پهلوتو، لگنتو، همه رو تجربه کن. میتونی حتی چشماتو ببندی. میخوایم یکم ضربان قلبمون بره بالا. میخوایم خودمون رو برای روزمون آماده کنیم. انرژی های مرده رو داریم از بدن کاملا دفع میکنیم. دم عمیق و بازدم عمیق. نفستو حبس نکن، ادامه بده. خیلی خوبه. آخرین تکرار و برگرد مرکز. دوباره پاهاتون اندازه عرض لگن بازه. با دم دست میاد بالا، با بازدم انگار دستتو داری رها میکنی به سمت زمین. زانو خم میشه، سر رها میشه. هیچ کنترلی روی دستامون باز هم نداریم. دم و بازدم جاریه. کاملا داریم تمام حسهای منفی، انرژی های بد رو از توی دستامون انگار میتکونیم به سمت زمین، واگذارش میکنیم به زمین. نفسات جاری باشه، ادامه بده. خیلی خوبه، عالیه. چند تکرار آخر. نفست حبس نباشه، دستاتو کنترل نکن، بذار رها باشه. و آخرین تکرار و بیا بالا. میتونی چشماتو ببندی، دستاتو بیار جلوی قفسه سینه به هم بچسبون. یه دم عمیق بگیر، باز دمتو آروم 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 خالی کن. یه دم عمیق دیگه و باز دمتو آروم آروم خالی کن. نفساتو کنترل کن. برگرد به دم و بازدم عادی خودت. یه دم عمیق بگیر، بازدم عمیق. امیدوارم که شروع پر انرژی داشته باشید. نماسته به همه. خیلی ممنون که توی تمرین امروز همراه هم بودی و امیدوارم که از تمرینت لذت برده باشی. لطفا برام کامنت بذار و اگر هنوز صفحه منو سابسکرایب نکردی انجام بده که ویدیوهای بیشتری از من ببینی. دوستتون دارم. خدا نگهدار.